پس معلوم شد که الله متعال برای همه چیز همین آب اصل ماده حیاتی قرار داده. اگه حیوانات است، حشرات است، چارپایاست، هر چیز بدون آب چی نمیشه؟ زندگی برش نیست. فاخرجنا منه خضرا، پس ما کشیدیم منه از زینبی بوته خضرا سبزه را یا ساقه و شاخه را که ما شما میگیم گندید امی گیاه را. نخرجو من خضرا شاخه یا گندی سبزه، نخرجو منه که میکشیم از زینمی شاخه حبا دانه ها را متراکبا که بر یکی دیگه پیوسته می باشه. عجیب قدرت الله متعال است. امو یک درخت سنار چوبی خط داره و برگکای خرد، اما زمانی که انار میگیره در بین انار ببینی دانه ها به کدام سیستم چینده شده و چه قسم لذت داره، چه قسم رنگ داره. همین قسم تمام میوه ها را اگر انسان فکر بکنه، الله دعوت میده برای معرفت خود که الله را بشناسیم، قدرتش و همچنان این دلیل بالای یکتا پرستی الله متعال است. انسان ها را به این شکل دعوت میده که شما تفکر بکنید، از فقاهت کار بگیرید، معرفت الله براتان حاصل شود. و من النخل من طلعها قنوان دانیه، و من النخل از خرماها من طلعها از شگوفی وی یا از شاخهای وی قنوان خوشه هاست دانیه که آویزان از خمیده، و جنات و دیگه باغهایی که من عناب از انگور و زیتون از زیتون و رمان انار مشتبهن که در برگاه یکی با دیگه مشابهت داره و غیر متشابهن و دیگه که در برگاه یا در میوه ها متشابهت نداره. درخت ها را میبینیم بعضیش در برگاه مشابهت داره لیکن در میوه نداره، بعضی در میوه در لذتش مشابهت داره لیکن در خود شکلش نداره. الله متعال میگه که چیست؟ اردو درخت زیتون و انار یعنی اردو صفت داره. منظورش است که در درختش میبینی یک رقم است اما لذت و مثلا میوهش دیگر رقم است. خلاصه سخن است که باغ حیثیت یک طعام خانه را داره که هر نمونه طعام تو داود دیده میتانی. پس تو انسان باید تفکر بکنی ببینی که الله متعال از یک خاک و یک قسم آب چه قسم اینمی طور انواع مختلف میوه ها را پیدا کرده. در اینجا اول خود اشاره به قدرت الله متعال است، خود دوم اشاره به ایام است، چون که زمین انواع گیاه ها و درخت ها را به بار آورده و میوه های متنوع داده. چون آدم علیه السلام هم از خاک پیدا شده، در اولادش هم اینمی قسم رنگای گوناگون چیسته، ذوقای گوناگون پیدا میشه، افکار گوناگون پیدا میشه. یکی طور درخت ها می باشه که خیلی مفید است، هر کس دوست دارشه و به هر کس نفعش میرسه. کسایی هستن که اینطور درخت ها هست که نفع نداره. در انسانیت در اولاد آدم علیه السلام هم انسان ها حیثیت اینمی درخت های باغ داره که باغ یک باغ است، یک زمین است، اما درختایش متنوع او چیسته، میوه هایش متنوع، رنگا متنوع، انسان ها اینمی قسم است متنوع است. از همون خاطر بهترین انسان اوست که او نفعش به مردم برسه. انظر الی ثمره، ببینه به میوه باغ. اینجا اشاره دقیق به پخته شدن میوه است. چرا؟ مثل که میوه پخته میشه اینمی قسم تولد فرزند هم در جهان حیوانات به می سیستم است که الله متعال چه قسم طفل در دنیا میاره. در تاریکی سیگانه رحم مادر، شکم مادر پنهان ساخته شه. این انسانی که دارای پرزه های متنوع است، الله چه قسم میره زنده کرد. اینمی قسم الله در پخته شدن میوه اشاره میکنه که الله چه قسم میره پخته میکنه. انظر الی ثمره، ببینه بسوی میوه می باغ اذا اثمر، وقتی که میوه بگیره و ینعه به پخته شدنش که چه رقم میره پخته میکنه و گرفته. کسی دخیل است؟ نه ولی نه پیغمبر، هیچ کسی هم نه. این کل امور الله متعال انجام میده. ان فی ذالکم، یقینا در این چیزایی که ذکر کرده شد، لآیات دلایل قدرت و نشانه قدرت الله متعال است. لقوم یؤمنون، برای قومی که ایمان داره. کسی که در صدد ایمان است بس یقینش پخته میشه. چرا؟ در این تفکر بکنه بالکل پی میبره که همه امور در اختیار انسان ها نیست، نه در اختیار ولی نه پیغمبر نه ملک، بلکه کاری کیست؟ الله متعال است. و جعلوا لله شرکاء الجن، این الله متعال میفرمه با وصف موجود بودن قدر دلایل مقنع، بازم مردم هم میبینی که با امر الله چی میکنن؟ شریک جور میکنن. و جعلوا گردانیدن الله برای الله شرکاء الجن، شریکای جنیات، از جنیات شریک با امر الله گردانیدن. و خلقهم پیدا کرده یار الله متعال.
و خرقوا له تراشیدن برای الله بنینا اولادا و بنات دخترا بچه و دخترا را بغیر علم بغیر سند و دلیل. اینجا علم به معنای سند و دلیل است. سند دلیل نداره او یا برش بچه را اولادا را. یهود و نصارا گفتن یکیش عزیر ابن الله دیگیش گفت عیسی ابن الله. او مشرکین مکه چی گفتن؟ ملائکه را بنات الله میگفتن، دخترای الله است. نعوذ بالله. سبحانه و پاکیست برای الله از هر نوع شرک. اگر او بچه است، اگر او دختراست، اگر او شریکاست، از هر نوع شرک الله پاک است. و تعالی بلند و بالاست عما از آن چیزی که یشرکونه چیسته، اما یصفون از آن چیزی که یا بیان میکنه. کدام شرکی که یا برای الله ثابت میکنه از او الله پاک و مبرأ است. بدیع السماوات و الارض، چی ضرورت داره به شریک؟ الله که آسمان و زمین هم پیدا کرده بود، هیچ کس امرش نبود و نه ضرورت داشت. از سری نو پیدا کننده است بدون مثال سابق، پیدا کننده آسمان هاست و الارض از زمین. انا یکون له ولد، چه قسم بری از او اولاد باشه؟ ولم تکن له صاحبه، بخو زن نداره. و خلق کل شیء، تمام چیزا مخلوق الله است. چی میکنه او را؟ برای خود چی میکنه؟ کل چیز مخلوق الله است. و هو بكل شیء علیم، الله به هر چیز علم داره. یک چیز از دایره علم الله دور نیست. کسایی که رای غلط در پیش میگیره برای چیز الله معلوم است. ذالکم الله ربکم، این موصوف به صفاتای سابق الله است. ربکم که پروردگار مالک متصرف شما، لا اله نیست لایق پرستش و بندگی، حاجت روا و مشکل کشا، حاکم تشریعی، الا هو بغیر از الله. یک الله است که احکام حلال و حرام میکنه. یک الله متعال است که حاجتها را پوره میکنه. یک الله متعال است که شفا دهنده است. یک الله متعال است که حق عبادت و بندگی را داره که بر شوا دیگه کسی طور نیست. خالق کل شیء، پیدا کننده تمام چیزاست. فاعبدوه، یک الله را عبادت بکنه. و هو علی کل شیء وکیل، الله بالای تمام چیزا قائم وکیل کارساز است. همه کارسازی را کی میکنه؟ الله متعال. لا تدرکه الابصار، احاطه نمیتونه الله متعال الابصار نظر نمیتونه احاطه او را درک نمیتونه، احاطه نمیتونه. و هو یدرک الابصار، الله تمامی نظرها را درک نمیتونه. و هو اللطیف الخبیر، الله لطیف است، مهربان ذات است، الخبیر خبردار است که کی لیاقت مهربانی را داره برای از مهربانی بده. یک معنای ازی است. یا و هو اللطیف، الله باریک بین است، دیدن نمیشه با چشم در دنیا. الخبیر، الله خودش تمام دنیا و ما حول مخلوقات خود خبر داره. این قد جاءکم بصائر من ربکم، یقینا آمده برایتان بصائر من ربکم، دلایل روشن از جانب پروردگارتان. بصائر جمع بصیرت است. بصیرت چی را میگه؟ بینایی. اینجا مراد از بینایی توحید الله است. چرا توحید یک روشنی است که در قلب انسان بیاره، بالکل انسان همینطور بیدار و بینا میسازه. از او خاطر الله میگه آمده برایتان بصائر من ربکم، یعنی بینایی، چیزایی که سبب و ذریعه بینایی است و رای حق پیدا کرده میتونی. این ابصار میگه. چی بصائر میگه؟ فمن ابصر، کسی که دید رای حق در تلاش شد، در جستجو شد، فلنفسی، پس فایده نفسی خودش است. چرا؟ کل معاملات برای الله نمیشه، فایده مخلوق الله متعال است. و من عمی، کسی که کور شد، مراد از کور شدن اینجا تو نیست که خود کور کرده، یعنی تفکر در کائنات الله نکرد، استدلال از اونجا نکرد، معرفت الله نصیبش نشد، فعلیها تاوانش در خودش است. و ما انا علیکم بحفیظ، من نیستم بالای شما نگران که چی کردی چی نکردی. این کار برای شما تعلق داره. و کذالک نصرف الآیات، اینمی قسم یعنی مثل که بیانای مختلفه پهلو به پهلو براتون میکنیم، نصرف بار پهلو به پهلو بیان میکنیم الآیات، دلایل توحید خدا یا نشانه های قدرت خدا. چرا؟ لتبلغها، که تم تبلیغ بکنی، برسانی ها را به مردم، ولیقولو، و دیگه به این خاطر که بگویند درسته، کمی منکرا بگوی که توی را درس خونده کدام جای، ولنبینه لقومی یعلمون، و دیگه که ما واضح بسازیم برای قومی که میدانن یک چیزی را. این سوم عقبه است. سوم عقبه، کسایی که دعوت توحید میده و میکنه، مردم ها تهمت میزنن شه. گاهی میگه این شاگرد فلانی است، گاهی میگه پول از فلانی میگیره، گاهی میگه که تاثیر عقیده فلانی سرش شده.
اینی اعتراضا را سری موحد میزنه. الله متعال در اینجا جواب میده امی اعتراضا را که بیان توحید امر ضروری است. اگر هر قدر تهمتا و نسبتا را مردم برات میگه تو خسته و نشوی، به اعتراضاتی مردم اعتنا نکنی، تو عقیده توحید نشر کرده برو. بله یک گپ است که به معبودایشان دشنام نده. چرا که وا باز به معبودی تو دشنام میده، پس تو سبب و ذریعه برای دشنام معبودی خود میشی. از امو خاطر کسایی که دعوت توحید میده انواع اتهامات سرش است. و کذالک مثل که احکام سابق بیان کردیم، نصرف الآیات واضح بیان میکنیم دلایل توحید یا دیگه احکام الآیات چیسته، الآیات دلایل توحید و احکام چرا بیان میکنیم؟ اینجا عبارت حذف است لتبلغها که تو برسانی را به مردم یکی، ولی یقولو که بگویا مردم در اعتراض درسته تو کدام جای خوانده ای شاگرد فلانی عالم هستی، ولی نبینه که واضح بسازیم ما می حکمه لقوم یعلمون برای قومی که میدانه. مردم اعتراض میکنه کسی که شاگرد فلان هسته پیش فلانی خوانده کی گپاره میزنه. الله چی میگه؟ ما ای را واضح بیان میکنیم برای خاطر که واضح بیان کنیم که مردم سر انتقاد بکنه و واضح بیان میکنیم لقوم یعلمون برای قومی که در صدد علم حاصل کردن است. یک چیزی معلومات خدا را اتبع ما اوحی الیک، تابعداری که از آن چیزی که وحی کرده شده به سوی تو، من ربک از پروردگار تو. اگر کسی تهمت میلگانه میگه از فلان جای پیسه میخوره یا قطی فلانی رابطه داره، پشتی اعتراضات نگرد. اتبع ما اوحی الیک، تابعداری که از آن چیزی که وحی کرده شده الیک به سوی تو، من ربک از جانب پروردگار تو. از اونمو تابعداری کو. چرا که قابل تابعداری دو دلیل است، قرآن و حدیث است. لا اله الا هو نیست ملائک پرستش و بندگی الله بغیر از الله متعال. و اعرض عن المشرکین، اعراض بک از مشرکا. این در اول مرحله دعوت است. الله متعال پیغمبر علیه السلام میگه گپا گدازا خیلی زیاد میشه، نظریات و آرا خیلی زیاد میشه، خود تو یک را ما کم بگی. اتبع ما اوحی الیک، تابعداری بکو از آن چیزی که وحی کرده میشه به سوی تو، من ربک از جانب پروردگار، به خاطر که نمی یک راه نجات است. اعتراض انتقادات دیگه کسا را در نظرم نگیری، همچنان درسی دیگه کسا را در نظر نگیری، اینه گپای دیگه مردم در نظر نگیری، فقط از ما اوحیه تابعداری بکن. لا اله الا هو نیست لایق پرستش و بندگی غیر از الله متعال. و اعرض عن المشرکین، رو بگردان از مشرکا، یعنی وقتی تا سری از وا زایی نکو. ولو شاء الله، اگر الله میخواست ما اشرکو شرک نمیکردن دیگه. چرا الله نخواسته بنابر یک حکمت. و ما جعلناک علیهم حفیظا، نگردانیم تو را بالایشان نگران، حفاظتشان بکنی که قطعا یا مرتد نشوند یا بالکل راه حق بپیمایا. این تو موظف نیستی سرشان. و ما انت علیهم بوکیل، نیستی تو بالایشان سرپرست هم نیستی. وکیل اینجا سرپرست یا کارساز. ولا تسب الذين يدعون، تو دشنام ندی به او کسایی که یدعون یا آواز میده من دون الله بغیر از الله متعال. ولا تسب الذين، دشنام ندی به او کسانی که یدعون ای مردم آواز میده در وقت حاجت و مشکلات خود من دون الله بغیر از الله. فیسب الله، اگر توی بوتا یا زیاره دشنام میدی کسایی را که یا عبادت میکنه دشنام بدی، چی میکنه؟ فیسب الله، یا هم دشنام میده به الله عدوا از روی دشمنی، بغیر علم بدون سند. کذالک زینا لکل، اینمی قسم ما مزین کردیم برای هر امت عملهم عمل خودشانه. ثم الی ربهم، بعد از او به سوی پروردگارشان مرجعهم بازگشت از یاس. فینبئهم، الله یارا خبر میده بما کانوا، به سبب چیزایی که بود یعملون بما کانوا یعملون، به سبب همه چیزی که انجام دادن. و اقسموا بالله جهد ایمانهم، قسم یاد میکنه به نام الله، به قسم خوردن، به مبالغه قسم. جهد یعنی به انتها رسیدنی قسم، به مبالغه قسم یاد میکنه. چی میگه؟ لئن جاءتهم آیه، اگر آمد برشان معجزه یا آیت قرآن کریم، لیؤمنن بها، خامخا ایمان میاره بها، بینمی آیت یا معجزه کیا داره طلب کردن، یا قسم میخوره که اگر این معجزه آمد ما ایمان میاریم. قل بگوی پیامبر علیه السلام انما الآیات عند الله، یقینا معجزات در اختیار من نیست که همیشه اشاره بکنم معجزه برای تو پیدا شود. قل انما الآیات عند الله، یقینا
آیتا به نزد الله است، یعنی معجزات در پیش الله متعال است، در اختیار از اوست. و ما یشعرکم، ای مسلمانان شما را چی چیز خبر داده؟ اذا جاءت، که وقتی بیا همین معجزه که مردم فرمایشی طلب داره، لا یؤمنون، ایمان نمیاره ایمان. و اقسموا بالله، جهد ایمانهم، قسم یاد کردن به نام الله، جهد ایمانهم به مبالغه قسم، لئن جاءتهم، اگر بیا برشان آیتا معجزه که یا فرمایشی طلب داره، لیؤمنن بها، خامخا سرش عقیده داره ایمان میاره. الله می فرماید قل بگو پیامبر علیه السلام انما الآیات عند الله، معجزات اختیار الله متعال است. من مامور نیستم که هر کس از من معجزه طلب کنه فقط راست برش کشیده برم. و ما یشعرکم، چی چیز شما را خبر داده ای مسلمانا که شما قدر اصرار داره که بله پیغمبر اما معجزه که میخواه برش بیار. و مسلمانا وقتی ما را ضایع نکنه، این مردم ها وقتی ما را ضایع میکنه یا ایمان نمیاره. شما چی خبر داری؟ انها اذا جاءت، که اینمی معجزه اگر بیا هم لا یؤمنون، این مردم ایمان نمیاره. چرا؟ اگر کسی در صدد ایمان باشه، خودی قرآن کریم معجزه دائمی، معجزه جهانی، معجزه که خیلی موثر است، این ثابت است. اگر ایمان مقصدشان است دیگه تفکر بکنه ایمان بیاره، لیکن ایمان مقصدشان نیست، بلکه گپای خیلی چیست، این مشکل تراشی میکنه، پیغمبر غمگین میسازه. پیغمبر علیه السلام خود کمی قدر میگفت حرص داشت که بگرم معجزه بیا که ایمان بیاره، از او خاطری را میخوان خفه بسازه یا فضای بی‌اعتمادی را در بین چی ایجاد بکنه، فضای بی‌اعتمادی را که نسایی که ما از پیغمبر چیزی را مطالبه میکنیم او آورده نمیتونه. قل بگوی پیغمبر علیه السلام انما الآیات، یقینا معجزه عند الله، بنزد الله است، در اختیار الله است. و ما یشعرکم، چی چیز شما را خبر دادن انها، که نمی معجزه اذا جاءت اگر بیا هم لا یؤمنون، یا ایمان نمیاره. چرا؟ به خاطری که برای حق طلبی قرآن کریم کافی است. اگر کسی کمی تحمل بکنه درک میکنه حقیقت از او را، همین معجزه برشان کافی است. لیکن یا در صدد حق طلبی نیست، پشت حق نمیگرده. چرا؟ به خاطری که یا عناد و ضد داره، او عناد ضد یاره، این توی سرحد رسانده. و نقلب افئدتهم، ما میگردانیم، ملاق میدیم قلبای از یاره، و ابصارهم، نظرای از یاره، کما لم یؤمنوا به، مثل که ایمان ناورده به این چیز اول مرت اول کرد. و نظرهم، بگذاریم یاره، فی طغیانهم، ده سرکشیشان، یعمهون، که سرگردان هستند. الله میگه و نقلب افئدتهم و ابصارهم، ما میگردانیم دلهای از یاره و نظرهای از یاره، کما لم یؤمنوا به، مثل که ایمان به این قرآن ناوردن اول مرت اول مرت، دوم سیوم کرده و میطور است. البته الله خود جبر نمیکنه. چرا؟ اگر الله میگردانه قلبشان، میگردانه که تفکر نکنه، چشمشان میگردانه که نبینه، خیر گناه از یا چیسته که اول دفعه ایمان ناورده. الله اونطور نمیکنه، چون که یا در هر مرتبه اراده دارن که ما عقیده نداریم به این چیز، یعنی چیزی که آورده، بلکه چیزی را که ما میخوایم او را بیاره. خب چون که یا از ابتدای نمی قسم قصد کرده، اراده عمل نداره، از او خاطر چیسته. پس الله متعال کسی را ظالم نیست که قلبش بگردانه، لیکن یا قلب خود استعمال نکردن در چیسته فکر مناسب، و چشم خود استعمال نکردن در دید مناسب. از او خاطر الله تعبیر میکنه که ما میگردانیم از یا دلهایشانه، از اینکه بپذیرن. چرا؟ خودشان آماده به پذیرش نیست، عناد داره. و نظرهم، میگذاریم یاره، فی طغیانهم، دمو سرکشیشان، یعمهون، که سرگردان و حیران باشه. دعوتگر الله تعلیم داد کسایی که ضد و عناد داره، قطع از بحث، مناظره، جنجالی، گپا را قطعا نکنه. چرا؟ که سبب زیای وقت شما میشه، لیکن و اصلاح نمیشه. پس در این طور مورد قطعشان جر و بحث نداشته باشه. الله متعال پیغمبرم همین توصیه را میکنه که تو وقتی مردم نمیپذیره دیگه چیست، وقتی زیاد هم قطعشان کیر نکنه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله.